مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیزر میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و شاد و خوشحال باشید و از همه مهمتر کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کرده باشید. این پایین نوشته سابسکرایب، اگرم گوشیتون فارسی هستش روی مشترک شدن بزنید. دوستانم میگفتن که دکمه قرمزش توی بعضی از آپدیت ها شده سفید مشکی، خب یکم با کلاستر شده، پس یه لطف بکنید حتما کانال پشت پرده رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید، چرا که خبرایی که ما در رسانه پشت پرده منتشر میکنیم 7-8 ساعت بعدش بقیه رسانه‌ها یادشون میفته که این موضوع هم هست و بعد راجعش صحبت بکنم، مثل موضوع بیرانوند و ماجرای جذبش به باشگاه پرسپولیس که از صبحش ما گفتیم که میره قرارداد میبند و اینا، همه سیاه‌بازی و اینا، که بعدش دیدین اتفاق هم افتاد و بیرانوند هم قراردادش امضا کرد. اما موضوع این قسمت برنامه پشت پرده در خصوص ماجرای دعوا و درگیری لفظی آیسان و گلزار توی لابی یکی از هتل هایی بوده که گلزار و آیسان رفتن. خب گلزار خونه داره، اما خب به حال اینا هتل های مختلف هم میرن حال میکنن دیگه، زندگی های لاکچری و زندگی های سلبریتی گونه اینطوری هم هست. چون ممکنه بگن که آقا الان داری میگی اینا مثلا تو لابی هتل این اتفاق افتاده، اینا مگه خونه ندارن؟ بعد قشنگ براتون شفاف بازش بکنم که داستان از چه قرار هستش و قفل این مراحل برای این افراد باز هستش. اما اول یه نکته بگم که ماجرای ازدواج گلزار و آیسان، حالا به هر حال ممکنه که گلزار عاشق شده باشه که من بعید میدونم، یا حالا اتفاقات دیگه که احتمالاً دانویس این آیسان خوب بوده، یک ازدواجی بوده که حاشیه‌ای بوده، یعنی برای جذب مخاطب این اتفاق افتاده بود و موضوعات احتمالاً اسپانسری و چیزهای مختلف که جالبه الان بدونید که الان زودتر از بقیه دارم این خبر رو بهتون میدم که بهرام رادان هم قراره که ازدواج بکنه و اونم احتمالاً ماجرای ازدواجش وایرال بشه، چون این دو نفر هم گلزار هم بهرام رادان به نوعی رقیب هم هستن، هم تو مارکتینگ مدلینگ و اصطلاحاً برند شدن توی جای مختلف و هم توی حوزه بازیگری که البته گلزار که میدونید که بازیگر چقدر افتضاحه، فقط به خاطر بچه خوشگل بودنشه که به حال طرفدار داره. آقای بهرام رادان هم داره ازدواج میکنه. این ازدواج هم کاملا یه ازدواج حاشیه‌ای بود. به حال گلزار به نوعی از توجه ها داشت میافتاد و نیاز به یک اتفاق جدید داشت که تونست با این ازدواج اون اتفاق جدید رو رقم بزنه، که از خود روز عروسی هم اینا دعوا و درگیری داشتن، حتی درگیری لفظی داشته گلزار با رفیقای نزدیک خودش، با پدر خانومش، و حتی گلزار گفته بوده که جمع کن برو خونه بابات روز بعد از البته عروسی، و دعوا درگیری شده بوده که چند روز پیش توی لابی یکی از هتل های دبی کارشون میکشه به فحاشی و درگیری. گویا گلزار مثل اینکه دوست نداره که آیسان بچه‌شو نگه داره و گفته که حالا بعد بچه‌تو بندازید. این چیزایی هستش که دوستای نزدیک گلزار میدونن، چون یه عده ممکنه میگن پشمام اینا رو از کجا میدونید؟ اینا به هر حال چیزا حرف و حدیث دیدید دیگه، وقتی که یه زن و شوهر به مشکل برمیخورن رفیقای صمیمی و همسایه طبقه بالا، همسایه طبقه پایینی و چپ و راست و اینور و اونور میدونن. پس این خیلی چیز پیچیده نیست، ولی خب دسته بر قضا ارتباط ما هم با این رفیقای این افراد زیاد هستش و میتونیم به حال ارتباطاتو بگیریم. و دعوا و درگیریشون هم سر همین قضیه بوده که گفته بوده که آقا من نمیخوام الان فعلا این اتفاق بیفته. گویا این ازدواجه رفته بوده تو پاچه گلزار و فقط گفته بوده که آقا ازدواج بکنیم که بخواد این بچه رو بندازی، که البته قبلا هم ما شنیده بودیم که گلزار حالا در همسایا که یه رابطه با ترلان پروانه داشته، من ترلانه هم بچه دار شده بوده، بچه رو انداخته تو ترلان بچه بوده، خودش مثلا 17-18 سالش بوده که اتفاقات افتاده بود. حتی بین خیلی از بازیگرها این اتفاقات میفته، اما گویا دعوا درگیریشون اونجا بالا میگیره. حتی یکی دو تا فیلم هم به دست من رسیده بود که بخوام پخش بکنم در رسانه پشت پرده، اما به دلیل اینکه توی دبی یه سری قوانین سختگیرانه وجود داره و
توی اون هتل ما یک آنالیزی که کردیم، توی اون هتلی که اینا دعوا کردن پر از دوربینای مداربسته هستش و اگر ما این فیلم رو پخش بکنیم، همین فیلم منو برمی‌داره و رفرنس میکنه، میرن دوربین‌های هتل رو چک میکنن، میبینن اون شخصی که تو اون هتل هستش خب تمام فیلم‌های قبلیش رو چک میکنن، چه ساعتی چکین کرده، کدوم اتاق هستش و مشخصاتش رو راحت میتونن به دست بیارن و دردسر و مشکل میشه برای اون منبع منی که ویدیو رو در اختیار رسانه پشت پرده قرار داده و ما معمولا سعی میکنیم که اسنادی که به دستمون میرسه تا جایی که میتونیم این اسناد رو ایزوله بکنیم از سمت شناسایی شدن و اینکه کسی نفهمه که ما منبع اصلیمون کجا هستش و از کجا داریم خط میگیریم. حالا این هم به حال یک کلاس آموزشی هستش برای شماها. حالا اگر بخواد یه خبری به دستتون میرسه، یک موضوع به دستتون میرسه، صرفا بحث کارهای ژورنالیستی نیست، شاید هم توی زندگی حرفه‌ایتون یا توی زندگی نرمالتون هم این اتفاق براتون بیفته و اگر یه موضوعی شنیدید، مثلا یه کسی راجع به کسی حرف زد یا یه کسی راجع به کسی یه چیزی گفت، سعی کنید که این میکروفون رو اذیت کنید، سعی کنید که یه جوری اون منبع رو ایزوله بکنید و امنش بکنید که کسی متوجه نشه. خلاصه این تصاویری که رسیده بود، نمیدونم فحاشی، یعنی یه حرفای رکیک به هم دیگه میزدن. به خاطر همینه میگم که قیافه معصوم یا اصطلاحاً اینکه طرف 1 میلیون 2 میلیون 10 میلیون 20 میلیون فالوور داره رو واقعا گولشون رو نخورید. یعنی 100 رحمت به آدم‌های چاله میدونی. و گفته بودی که میری بچه‌تو میندازی، حالا نوع دیالوگا اینطوری بوده دیگه، میری بچه‌تو میندازی فلان فلان شده، نمیدونم، یعنی تقریبا تو همین مایه ها ادبیات ها میچرخه دیگه که هست. و یاشون هم من نمیتونم بهتون اینجوری بگم که شاید حالا خانواده نشه با اون بوقی که لایو من میذارم رو صدا میبرمش جلو. و حالا این ماجرای این که آیسان حامله بوده و گلزار گفته با یه تیر دونشون میزنم، هم میگیرمش چون بابای آیسان یکی از آدمهای پرنفوذه و دیگه این توبه میره اون توبه میره نبوده که گلزار بخواد از زیر قضیه در بره. هم گفته بوده که من میگیرمش، هم یه حاشیه جدید ایجاد میشه، هم بعدش هم که گرفتمش میگم حرف منه. ناقابل 1376 تا هم براش سکه زده بوده که آیسان هم گفته بوده که من میرم سکه هامو میذارم اجرا و این صحبت ها. اونم گفته بوده که هیچ غلطی نمیتونی بکنی و نمیدونم اجازه نمیدم که فلان کاری بکنی. خلاصه یه دعوا و درگیری عجیب و غریب پیش اومده و هر روز داره مسیر اینها به سمت طلاق بیشتر میره جلو. گلزارم اگه یه طلاق میگیره آنچنان بدش نمیاد، همونجوری که به نام نامی یزدانش و اون ماجراش اصلا دیدید دیگه، تو ویدیو هم چپ و راست این برام نگاه میکرد پرحاشیه شد. این ماجرای طلاقش هم قشنگ براش پرحاشیه میشه. اگه واسه مردم نون آب نباشه، واسه ایشون قطعا نون آب این قضیه و میتونه براش حاشیه‌های دوباره بیشتری رو ایجاد بکنه. ناقابل 1-2 میلیون هم فالوور گرفت از این اتفاق و اسپانسراش هم بیشتر شده، داره میره تبلیغات مختلف رو هم انجام میده. حرف این هستش که این زندگی فیک و شیک ظاهری سلبریتی ها رو باور نکنید. فیلمش هم اگه من بتونم حالا شاید بشه بعد از 60 روز فیلمو پخش کرد، چون معمولا تصاویر دوربین مداربسته ممکن بعد از 60 روز پاک بشه، اما به هر حال سخته که ما بخوایم این کار رو براتون رقم بزنیم و این فیلم ها رو براتون پخش بکنیم. ولی خب قطعا اونایی که بیننده پرپاگوس حرف برنامه پشت پرده هستن میدونن که ما یه حرف رو هوا نمیزنیم و حتما براش سند و مدرک محکمی وجود داره. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید کانال پشت پرده رو حتما سابسکرایب کنید. از این خبرهای داغ حالا برای شما زیاد داریم. خیلی مخلصیم.